حملات هوایی پاکستان بر افراد ملکی در کشور ده‌ها زخمی و شهید بر جا گذاشت. کابل، قندهار و پکتیکا هدف بمب‌ها قرار گرفت و کویته شاهد بازداشت 752 پناهنده افغان بود. شهباز شریف میگوید پاسخ به تجاوز دادیم، در حالی که امارت اسلامی میپرسد آیا بمباران خانه‌های مردم بیگناه پاسخ است. منظور پشتین، رهبر حزب جنبش حفاظت از پشتونها، این حملات را جنایت جنگی خوانده و ایران خواستار گفتگو شده است. سلام، من شکیلا شمس هستم و برای بحث بیشتر در این مورد با آقای سمیر انگار، آگاه روابط بین الملل که از طریق نت با ما وصل هستند میپردازیم. سلام آقای انگار، آیا پاسخ مناسب شهباز شریف همان بمباران خانه‌های مردم ملکی و بیگناه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما بانو شمس و همه بینندگان عزیز تلویزیون یک. اگر بیشتر بررسی داشته باشیم، نظر به منشور شورای امنیت سازمان ملل متحد ماده دوم بند 2 و 4 همین یعنی حملات هوایی پاکستان بر افغانستان نقض حاکمیت ملی افغانستان است و زمانی که یک کشور مستقل بالایش کشور دیگر حمله می نماید، یعنی آن کشور هم باز حق داره به تمام معنا جواب خود را بدهند که فعلا امارت اسلامی جواب متقابل که دادن نظر به ماده 51 منشور شورای امنیت سازمان ملل متحد که در سال 1945 تصویب شده است مشروع و قانونی می باشد. این که نظام فعلی پاکستان بالای خانه‌های ملکی افغان‌ها حمله می نمایند و ترفندهای یا هم ببینیم شما الفاظ را استفاده میکنند، دقیقاً این خلاف تمام قوانین بین المللی، قوانین انسانی و قوانین بشری هست. حتی ظالمترین حکومت ها هم چنین کار را انجام نمیدهد که یگانه کشوری که بالای ملکی ها حمله میکند همین کشور اسرائیل است که در غزه بالای ملکی ها حمله میکنند و بعدش هم همین پاکستان در منطقه است که بالای افغانان بی‌دفاع که حتی شب در خواب می باشند بالای خانه هایشان حمله میکنند و ادعای ناقص و باطل دارند. ببینید فعلا در پاکستان مشکلاتی که هست یا هم مشکلات داخلی وجود داره، آنها نمیتونند مشکلات داخلی خود را کنترل بکنند، باز برف و بام خود به بالای افغانا می اندازند. یعنی در حقیقت امر باید چنین دست درازی پاکستان جلوش گرفته شود و دست پاکستان باید کوتاه گردد. آقای انگار، تنها در سپین بولدک 7 غیر نظامی شهید و 62 تن دیگر زخمی شدند. هدف پاکستان واقعا چی بوده از این حملات؟ اگر بیشتر ببینیم مشکل افغانستان و پاکستان، یعنی مشکل ما و شما با پاکستان همی است. زمانی که در سال 1893 12 نوامبر همین مارتیمر دیورن، زمانی که هند بریتانیایی در منطقه حاکم بود، مارتیمر دیورن تحت فشار یا زور به نحو سندی که در پایش امضای امیر وقت افغانستان هم نیست، یعنی یک اسناد جعلی را ساخت و مناطق ما را، یعنی تا پل اتک مربوط افغانستان بود و اینا گرفتن قبضه نمودن و بعدا هم زمانی که هند بریتانیایی، یعنی هند از بریتانیا از منطقه رفت و هند دو تقسیم شد، پاکستان در نتیجه از این تقسیمات به وجود آمد. یعنی یک نقطه را به یاد داشته باشیم که پاکستان در روند طبیعی جغرافیایی مثل که هند وجود داره، مثل که افغانستان وجود داره یا هم کشورهای دیگه به وجود نآمده، بلکه در نتیجه یک سیاست استعماری به وجود آمده و آن هم بعد از جنگ دوم جهانی در سال 1947، دقیقاً همان سالی که 1947 اسرائیل هم پیش بینی شد در سال 1948 به وجود آمد و پاکستان مشکل تاریخی داره و همراه افغانستان و پاکستان جغرافیایش هم از خود از اونا نیست، یعنی روز قبل هم تکرار نموده بود. پاکستان جغرافیایش تا پل اتک از افغانستان است و این طرف پنجاب و سند اینا از هند می باشه و مردمشان هم حتی از خودشان نیست. یعنی چون این حکومت پروژوی و دقت بیشتر داشته باشیم که در پاکستان در طول تاریخ تقریبا 80 سال میشه یا کم و بیش یک دو سال کم 80 سال همین پاکستان از سال 1947 تا الحال حکومت ملکی نداشته، همه حکومتایشان نظامی است. آنجا جنرالا
حکومت همیشه کنترل می نمایند. سیاست داخلیشان، سیاست خارجیشان در دست جنرال هایشان است. مردم دیگه زمانی که میان صدر اعظم میشوند یا هم در مقامات دیگری میرسند، اینا همشان مثل یک سمبل است و در اوج تصمیم گیریده جنرال هایشان است و خودتان میدونین که زمانی که جنرال هایشان تقاعد میکنه میره باز در کشور انگلیس و در طول تاریخ پاکستان اتفاق افتاده که هیچ وقت هم صدر اعظم‌هایشان وقت خود پورا نمیکنن چون همیشه مداخله نظامی هست. و پاکستان از افغانستان چی میخواهد؟ دقیقاً وایداست. پاکستان از سال 1970 یعنی زمانی که در افغانستان اندک روی هم رفته حکومت ها ضعیف شد، پاکستان از آن زمان تا این حال افغانستان عمق استراتژیک خود تعریف می نماید. یعنی به این معناست که می خواهد در مسائل داخلی افغانستان مداخله داشته باشد، یعنی تمام سیاست های داخلی و خارجی افغانستان تحت اثر آنها باشد و پاکستان بتونه که در افغانستان دست بالا داشته باشد. روی امین ملحوظ ما دیدیم از سال 1979 حتی که شوروی آمده بود در افغانستان و بعدا هم که مجاهدین به پیروزی رسید، همین پاکستان مداخلات داشت. حتی خانه جنگی ها زمانی که در افغانستان رخ داد همین استراتژی پاکستان بود و بعدا هم روی هم رفته اشغالی که صورت گرفت در سال 2001 تا 21 همین پاکستان رول بسیار عمده و بارز داشت، چون پاکستان در حقیقت امر یک حکومت پروژوی هست و هیچگاه منابع نداره که بودجه خودشان تمویل کنند. دقیقاً همین کمیشن کاری میکنن بالای افغانستان، بالای که همیشه از کشورهای عربی یا هم انگلیس و امریکا پروژه میگیرن و حکومت خود را چرخه اقتصادی خود را میچرخانند و دقیقاً فعلا ما اوضاعشون رو میبینیم که به چی حالت است و فعلا هم امارت اسلامی زمانی که سال 2021 به قدرت آمده یک حکومت مستقل است و نشان دادن به جهانیان و با پاکستان هم که ما هیچگاه سر تعظیم خم نمیکنیم. سابق هر حکومت هر نظامی که بود آنها گذشت، یعنی ما سیاست مستقل داریم. اگر میخواین که با ما تعامل کنید بیاین مثل روسیه، مثل ازبکستان، مثل قرقیزستان و هند عادلانه تعامل کنید بنابر یک تفاهم و احترام و دیپلماسی. اگر شما باز امین عمق استراتژیک میخواین دقیقاً کور خواندین و این هم یک بی‌معناست. از این خاطر فعلا پاکستان جنگ های ترکیبی را انداخته. بعضی وقتا در طول 3.5 سال تبلیغات رسانه‌ای نمود، حتی در استیجای ملل متحد سایر کنفرانس ها که افغانستان ناامن است و در افغانستان افراطگرایی است فلان و بستان. این جنگ هایشان نتیجه نداد. فعلا هم میخواد با کارهای حداقل نمایشی ذهن افغانا را مغشوش کنه یا هم بالای امارت اسلامی افغانستان فشار سیاسی و استخباراتی وارد کنه تا آنها یعنی بر پاکستان تمکین نمایند. اما همه جهان میدانند که امارت اسلامی افغانستان یک نیروی فاتح است. یعنی پاکستان برود از انگلیس بپرسند که بادارشان است، از شوروی بپرسند که همپیمانشان است، یا از امریکا بپرسند که 20 سال در افغانستان حضور داشت چگونه با 44 کشورش یعنی ناتو هم بود با شکست مواجه شد. پاکستان برن یک بار از اینا بپرسن که افغانا چگونه ملت است. یعنی پاکستان در طول تاریخ افغانا را نشناختن. افغانان هر رقمی که باشد اما هیچ وقت غلامی را قبول نمی کند، هیچ وقت سر تعظیم فرود نمی آورد و یک گز خاک خود را معامله نمی نماید با کشورهای دیگر. دقیقاً پاکستان باید استراتژی خود در مقابل افغانستان تغییر نماید. اگر تغییر ندهد نابود خواهد شد در پالیسی‌های خودشان. آیا حمله بر غیر نظامیان آنطور که منظور پشتین رهبر جنبش حفاظت از پشتونها میگه جنایت جنگی نیست؟ کوتاه بر ما اشاره کنین. دقیقاً نظر به کنوانسیون های ژنوا که در سال 1949 تصویب شده و نظر به منشور شورای امنیت سازمان ملل متحد، فعلا پاکستان حمله که بالای افغانستان نموده نقض حاکمیت ملی افغانستان است و اینکه افراد بیگناه آنجا یعنی افراد ملکی به شهادت رسیدند یا هم زخمی شدند، این دقیقاً هم نقض حاکمیت ملی افغانستان است
و در قبال از او جنایت بزرگ جنگی هست. یعنی اگر در جهان سازمان ملل وجود دارد یا هم حقوق بشری وجود دارد، خب بیاین به داد افغانا برسن. پاکستان دارند یعنی بمباری میکنن و حقوق بشر را نقض مینمایند. همین سازمان هایی که داد از حقوق بشر میزنن و همیشه روی مسائل حقوق بشری اینا صدایشان را بلند میکنن، خب فعلا چرا خاموش هستند؟ فعلا چرا صدای افغانا را نمیشنوند؟ آقای انگار، وقت آتش بس 48 ساعته بین افغانستان و پاکستان دوام نمی آوره. آیا گفتگو معنا میته یا خیر؟ اگر واکاوی بیشتر داشته باشیم، فقط برای شما 4 محور یا 4 نقطه را اشاره میکنم. فعلا ببینیم اوضاع داخلی پاکستان مشابه سال 1971 است. یعنی در سال 1971 زمانی که بین پاکستان مشکلاتی وجود آمده بود، همین قسم حالت بود. یعنی وضعیت سیاسی فعلا در پاکستان بی ثبات است، چون عمران خان در زندان است. پشتونای قبایلی پی تی ام و تی تی پی اینا حق خودم میخواه و همچنان اگر ببینیم بلوچان نیست. و در ضمنش اقتصاد پاکستان اگر ببینیم، تقریبا اقتصاد پاکستان بیشتر از 200 میلیارد دلار فعلا پاکستان از جهانیان قرضدار است، از چین، از بانک جهانی و از دی و سایر بانک ها قرضدار است. و ضمن از او ببینین فعلا مخالفت های مسلحانه فعلا جریان داره. تی تی پی حق خودم میخواهد، تی تی پی نظام شرعی و اسلامی در پاکستان میخواهد. ضمن از پشتونا حق خودم میخواهد، منظور پشتون و سایر اشخاصی که است اینا حق خودم میخواهد، بلوچا حق خودم میخواهد. همین سناریویی که فعلا در پاکستان جریان دارد، در سال 1971 هم پاکستان غربی حق خودم میخواست. آنجا هم همین بی‌ثباتی بود، وضعیت اقتصادی خوب نبود و مشکلات دیگری بود. بالاخره اونا از سال 1965 مبارزه کردند و به پیروزی رسیدند در سال 1971 و فعلا هم چنین سناریو در حال تکرار شدن است. این که پاکستان دست و پاچه شده است، گاهی دست به دامن عربستان سعودی مندازد، گاهی هم 2-3 بار میروند و پیش رئیس جمهور امریکا خود را که حتی عرف دیپلماسی نیست چون خود را خرد جلوه میدهند و بعضی مسائل دیگری. این دقیقاً بر این دلالت میکند که دقیقاً سناریوی 1971 جریان داره و دیر نیست که پاکستان هم به چندین صوبه تقسیم خواهد شد و پشتونای مظلوم یا آن طرف خط دیوران که هستند، افغانستان مقبوضه، اینا هم بقشان میرسن و بلوچام و سایر اشخاص دیگر. فعلا هم کانال های دیپلماتیک فعال است. یعنی کانال های دیپلماتیک بدین معنا که اگر افغانستان میخواهد باید از پاکستان تحت یک پالیسی فراگیر و منطقوی با حمایت سازمان‌های منطقوی و سازمان‌های بین المللی باید یک نشست عمومی برگزار شود. در آن نشست کشورهای منطقه و جهان هم حضور داشته باشد، سازمان ملل متحد هم حضور داشته باشد و از پاکستان باید تضمین‌های بالا و بلند بین المللی گرفته شود تا دوباره نقص حاکمیت ملی افغانستان نمی. اگر چنین نباشد خب پس باز این حالت‌ها تکرار می شود. و در یک حرف دیگر بر شما اشاره می کنم که از تمام مردم افغانستان سپاسگزاری می کنم که به خاطر افغانستان یعنی همیشان با یک صدا در مقابل امین حملات پاکستان استاده شدن. از هر قوم، از هر مذهب و از هر ولایتی که بودن اینا استاده شدن و با یک صدا از جغرافیای خود حمایت کردن و هم مخالفت هایی که داشتن کنار گذاشتن و آمدن یک صدا در مقابل دشمن اینا اتحاد نمودن. یعنی بدین معناست که مردم افغانستان همیشان یک ملت است و هر نوع سیستم های استخباراتی اگر کار کنن ما را از هم جدا ساخته نمیتوانند و ما هر نوع اشغالگر را جوابشان را بسیار به خوبی میدهیم و در گذشته هم داده بودیم و فعلا هم جوابشان را میدهیم. تشکر آقای انگار از حضورتان در برنامه. این بود بحث امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.